حکایت بسیار زیباست، یک داستان بسیار زیبا. ایره میخوانیم و با چیزی که تعلیق کار بود اولاش تعلیق میکنیم. بسیار یک داستان زیباست که این دلالت به غیرت و شهامت و شجاعت و شناخت مسئولیت انسان باید چه مسئولیت داشته باشه. این داستان ابن الجوزی رحمه الله در کتاب صفت الصفا ذکر میکنه و ابن نحاس در مشارع اشواق داستان ذکر میکنه. داستان مرد صالحی که به نام ابو قدامه الشامی، یک کس به نام ابو قدامه شامی از مجاهدین خیلی بزرگ سابق بوده، از این صحبت میکنه. و این شخصی است که جهاد و جنگ فی سبیل الله را بسیار دوست داشت. هر جا که خبر جنگ در راه الله را میشنید به سوی با عجله مبادرت میورزید و همراه با مسلمانان به جنگ میپرداخت. شخص بوده آدم خیلی مجاهد، در همه سنگرها جهاد میکرده. و مثالش اون مثالی که رسول صلی الله علیه و میگه که از جمله مردمای است، یعنی مردمای بهترین مردما، یکی از جمله ای مردمای است که دستش به لجام و قیدی است میشه. در هر جایی که جزاک الله خیر، در هر جایی که چی گوش میکنه، در هر جایی که گوش میکنه که در اونجا جنگ، صدای جنگ گوش میکنه، در اونجا حرکت میکنه و گویا که پشت مرگ خود در جستجو است که مرگم در کجا هست. یه از بهترین مردم ها همی است، یعنی که همیشه به می هست، همیشه به قیدی هست می هست. اگر در بوسنیا جنگ از اونجا می هست، اگر در فلسطین در فلسطین هست که برادر عبدالعزیز مقرن هم داشت در ریاض به شهادت میرسه. عبدالعزیز مقرن 33 ساله بودی باش ریاض به شهادت رسید. این جوان 33 ساله چی میکرد؟ به سومالی جهاد کرده، به بوسنیا جهاد کرده، به الجزایر بی جهاد کرده و به افغانستان جهاد کرده و باز بس برای ریاض میشد به خانه خود به شهادت میرسید. این ببین اینطور انسان ها میباشن. روزی در حرم مدینه نشسته بود، سائل از وی پرسید ای ابو قدامه، عجیبترین چیزی که در غزوات خود دیده به ما بیان کن، زیرا تو شخص هستی که در راه الله بسیار جهاد نموده ای و در سفارایی ها میان کفار و مسلمانان حضور به هم رسانیده ای. ابو قدامه گفت بله، از عجیبترین چیزی که در غزوات خود دیدم برای شما سخن خواهم. خب متوجه باشید. باری با یاران خود از منزل به سوی رقه، یک جای در عراق بیرون شدم تا با برخی مشرکان در مذهب بجنگید. دارد به این میکنه که جلالت به جنگای صلیبی میکنه. مسلمانان صلیبی در این مناطق آمده بودن، مسلمانان با ایشان میجنگیدن و خط اول در وقت عراق بود. خب متوجه باشید. عراق خط اول در وقت و کسایی که توانستن که صلیبی را کمرش بشکنن عراقی بودن. در وقت صلاح الدین ایوبی عراقی بود، از تکریت کردی بود، از این منطقه تکریت از این منطقه بود. و عمادالدین زنکی اینا مثل کل اصل کردی من در منطقه دارن، اصل عراقی دارن، عراقی ها بودن در این منطقه. میگوید وقتی که برقه که شهر در عراق به جانب نهر فرات واقع رسیدم، شتر را خریدم تا سلاح خود را باران بار کنم و مردم این شهر را در مساجد دانواز و نصیحت میکردم و آنان را به جهاد فی سبیل الله تشویق مینمودم. ببینید امت اسلامی در چه حالت قرار داشت؟ در مساجد میرفتن مردم به جهاد دعوت میکردن و نظام هم طور تمویل میکرد که کار حالا ما کار کرده میتونیم. فرق جنگ صلیبی همی است حال فعلا. این حالت را که ما قرار داریم، حالت صلاح الدین ایوبی قرار است متوجه باشیم. امروز رهبران جهاد چی در افغانستان در عراق؟ حالتی که هستن اینا حالتشان از صلاح الدین ایوبی نیست. صلاح الدین ایوبی در حالتی بود رحمه الله که اکثر امت آماده جهاد بود. کشورها مردم اگر فقط خاند بایی بودن که با صلیبی کار نداشتن، کارش اکثر بایی بود که به خاطر حسد و عقد و منصبی گفا با یکدیگر می‌جنگیدن. اما هیچ وقت کسی از جهاد من نمی‌بینن. در عراق میگه داخل شدم سرحدات است و این وظیفه یک نظام اسلامی که نگه نظام سقوط میکنه، یک بخش از امت در احتلال اشغال و سر میبره، باید دیگه امت است به دست به هم. ببینید علی به عادی میره از مدینه سفر میکنه به عراق، مردم به جهاد دعوت میکنه به سوریه که بجنگن در شام. این حالت بعد ما از خاطر ما بایشیم فعلا رهبرای جهاد نیست. رهبرای جهاد ان شاء الله اینا ثوابشون خیلی زیادتر است. توجه باشین، اینا در حالتی میجنگن که اصلا امت آماده نیست که بجنگه. بگذار که نظامای کفر و نظامای رده و نفاق بجنگه، همه مخفی هستن، شما مشاهده میکنن. و بر انفاق به خاطر یاری اسلام تبلیغشان میکردن، زیرا آنان که وظیفه حفاظت از اسلام را به عهده دارند. همین امت اسلامی همین که شام شد منزل را به کرایه گرفتم تا شب را در آن سپری کنم. با مجرد که به عراق داخل بشه دیگه نیست کار پشت هتل بگرده. اول
شروع میکنه دعوت به جهاد. بعد شام که میشه ببینید احساس مسئولیت است. از مدینه آمده به عراق، حالا میره به شام میشه. وقتی پاره از شب گذشت دروازه منزلم کوبیده شد. تعجب کردم چه کسی در این وقت شب دروازه را میزند؟ زیرا من شخص نیستم که در این شهرها شهرت داشته باشم یا کسی مرا بشناسد. آدم غریب است. از نگاه چی غریب است؟ کسی ما خیش و قرابت صرف پیوند ما پیوند عقیدتی است. کیست که در تاریکی شب آمده است؟ اما وقتی که دروازه را گشودم زنی را دیدم که در چادر خود را به گونه‌ای پیچانیده بود که هیچ جای جسم دیده نمیشد. وقتی این زن را دیدم خوف‌زده شدم و گفتم ای کنیزک الله بر تو رحم کند، تو چی میخواهی؟ گفت آیا تو ابو قدامه هستی؟ گفتم آره. گفت تو بودی که امروز به خاطر کشورهای مرزهای اسلامی مال جمع‌آوری نمودی؟ گفتم آره. وقتی که این جواب را از من شنید یعنی متأکد شد که تو ابو قدامه هستی. خطی را همراه با یک توته بسته شده به سوی من افغان انداخت و خود به حالت گریان از نزد من برگشت. ابو قدامه میگوید عملکرد این زن مرا در شگفت افکند. یک کسی میاد دروازه رو در نیم شب میزنه، توتی بسته رو میندازه، تو ابو قدامه هستی یا از مردای اسلامی دفاع میکنی؟ آمدی به این خاطر اینو بگی. اما در او خوف بینه بود. حالا خوف از دروازه کسی بزنه تو فلانی هستی؟ ما او نیستیم. ما او کرد. ببین حالت فرق میکنه. حالت بشه خوب حالت بگی حالت. گفتم آره. در حالی که آن توته بسته شده پیشوری من قرار داشت به سوی نظر انداختم. کی چی است؟ به سویش من نظر انداختم که در آن نوشته بود ای ابو قدامه، ای ابو قدامه. این نوشته کرده در توته خط برشته. خط نوشته کرده که تو امروز ما را به سوی جهاد دعوت نمودی. جلوه‌ای میکنه که زن در این مراکز بوده، در این مساجد بوده، که خطبه جهاد گوش کرده و من زنی هستم که توان جهاد کردن را ندارم و نه مال دارم که واسطه تو را آماده کنم تا با مجاهدان یک جا شوی. پس بهترین آن چیزی که در جسم من بود که عبارت از موهای سرم است. از آن ریسمان تیار کردم و آن را تقدیم تو کردم تا در بستن اسبت از آن کار بگیری تا الله به سبب آن گناهان مرا ببخشد و در بهشت داخلم. ببینید آله این احساس به امت جوین امت نیست. پیش امت احساس است، پیش هر فرد است. زن، مرد، طفل، خرد، بزرگ احساس است که در این جنگ خودم اشتراک کرده نمیتونم. مال ما بگی من اشتراک کرده نمیتونم، اولاد من بگی به جنگ ببر. من اشتراک کرده نمیتونم، گیلاس آب خورده نمیتونم در جبهه در گیلاس آب بردم. هیچ چیز کرده نمیتونم. ببین یک زن است موی خدا قطع کرده با اینکه کار عمل غیر شرعی است و به ابو قدامه اشاره میکنه، اما از یک جانب غیر شرعی از جانب دیگه ببین چقدر به جهاد رغبت داره. موی خدا چی کرده؟ ریسمان ساخته یا انقدر. ببین حال کسایی ما فقیر هستیم ریسمان ساخته کدی استفاده کنیم در جهاد. ابو قدامه گفت سوگند به الله که من از حرص و شوق این زن به جنت تعجب کردم. با او اسفان که این عمل او یک کار غیر مشروع در دین بود ولی شوق بهشت بر او غلبه داشت و او را وادار به دین کار نمود. ابو قدامه میگوید آن توته بسیار در میان لباسا و سامان خود گذاشتم. زمانی که صبح شد و نماز فجر را ادا نمودم با برادران خود از رقه بیرون شدیم. وقتی به قلعه مسلمه بن عبدالملک رسیدیم در آنجا شخص از سوار از عقب ما صدا میزد به جهاد راهی بشن. این توته هم با خود برسم روان شدم. از پشت سر کسی گفت آواز میکنه که ای ابو قدامه، ای ابو قدامه به سوی من ببین الله بر تو رحم کند. ابو قدامه میگوید و برادران خود گفتم شما از من پیش شوید و من به عقب برمیگردم تا آل این از سوار را بدانم. وقتی به او رسیدم به سخن آغاز نمود و گفت الحمدلله که صحبت تو مرا محروم ننمود و مرا ناامید بر نگردان. با وی گفتم خدا بر تو رحمت کند، چی میخوایی؟ گفت میخوام با تو به جهاد برم. گفتم چهره خود را به من بنمای. خدا پوشانیده بود. اگر بزرگ بودی و جهاد بر تو واجب بود تو را خواهم پذیرفت و اگر خرد بودی تو را مسترد خواهم کرد. نقاب از روی دور کرد، تو گوی ماهتاب است. جوان در عمر 17 سالگی قرار داشت. از وی پرسیدم پدر زنده است؟ گفت پدرم را صلیبی ها کشتند. پدر صلیبی ها کشتند و من بیرون شدم تا با کسانی بجنگم که پدرم را کشتند. این احساس مسئولیت است. امروز بسیار کسا پدرش کشته شدن خودشون در این نظام هستند. در نظام شرم ندارن، حیا ندارن، تجارت نمیکشن، تو به این نظام هستند. گفت بله. گفتم مادرت زنده است؟ گفت بله. گفتم پس به نزد مادرت برگرد
و خدمت او را بجا آر، زیرا هرگاه خدمت او را درست بجا آر یقینا بهش در زیر قدم اوست. بهش زیر قدمش به این معنی که وقت خدمت کنی به جنت داخل میشی. دنیا که همیشه مادرها به جنت داخل میشن. بعضی کسات مفهوم نگیرن. ابو قدامه میگه این جوان از گفتای من تعجب نمود، گفت سبحان الله، آیا مادرم را میشناسی؟ گفتم سوگند والله نمیشناسم. گفت مادرم همان صاحب همانت یا صاحب ریسمان است. همون صاحب ریسمان است. شب بر ریسمان آورده بود، از موهای سر خورد. من پسر از او هستم که شام نزدت آمد و ریسمان را برایت داد تا از خود را بان دسته کنی. گفتم آره. پس از احوالان به من چیزی بگو. گفت او مادر من است و مرا امر نبوده که به جهاد روم و شهید شوم و مرا قسم داده که به نزد او بر نگردم. گفته است ای پسرم، هرگاه با کفار روبرو شوی هرگز مقابله با آنان روی مگردم و جان خود را پروردگارت هدیه بدی و نزدیکی الله را بجویی و همنشینی پدر و برادرانت را در جنت. دلت به میکنه برادرانش هم شهید شده. اگر الله شهادت را برایت روزی گردان پس درباره من شفاعت کن. بعد از آن من در آغوش کشید و به سوی آسمان دید و گفت بار الها. مادرش برش گفته این پسر من و گل خوشبوی روح من و میوه قلب من است که با تو تسلیم کردم. پس او را به پدر و برادرانش نزدیک کردم. ابو قدامه میگه سوگند به الله کار این پسر بچه را به تعجب افکند. بعد از آن گفت را سوگند میدم ای کاکایم، ای ابو قدامه، که از جنگیدن در راه الله با خودت محرومم نکنیم و من انشاءالله شهید پسر شهید خواهم بود و من حافظ کتاب الله و اسدوانی و تیراندازی را خوب یاد دارم. پس مرا به سبب خرسالیم حقیر و کم ندان. ابو قدامه میگوید وقتی این سخنان را از وی شنیدم نتوانستم که او را مسترد کنم. بنان او را با خود گرفتم. پس سوگند به الله که هیچ شخص را جدیتر و فالتر از وی نیافتم. در همه حال ذکر الله بر زبان او جاری بود. زمانی که به سوی قارگاه خویش میرفتیم در حالی که روزه‌دار بودیم. نزدیک غروب آفتاب در محل دستپای خود پیاده شدیم تا افطاری خود را بپزیم. وقتی که بدین غرض از دستپای خود پیاده شدیم این پسر بچه سوگند یاد کرد که کار پخت و پز را او به تنهایی انجام بدهد، در حالی که خیلی خسته و مانده شده بود. ولی با وجود آن این را نپذیرفت که کار پخت و پز را ما انجام دهیم. برایش گفتم اندکی از ما دور شو تا دور چوب ما را اذیت نکنه. ابو قدامه میگه آنجا به انتظار پسر بچه نشستیم ولی او تأخیر نمود. ایدز برادران گفتن ای ابو قدامه به سوی پسر بچه برو ببین چی کرد، چرا افطاری و طعام شام را نیاورد؟ دیر شد. دوشش برو کجا شدی؟ ابو قدامه میگه وقتی به جانبی و در حرکت شده دیدم که آتش را روشن کرده و دیگ را بالای آن نهاده. بعد از آن خستگی و خواب بر او غالب گرده، سر خود را بالای سنگ نهاده و به خواب رفته. خو جوانی است دیگه. خواب دیگ می جوشه اونجا خواب است. وقتی او را بدین حالت دیدم سوگند به الله خوشم نیامد که را بیدار کنم و این را هم نپسندیدم که طعام را تیار نکرده باشم و من از رفقایم برم. لذا با خود گفتم حالا من طعام رفقایم را آماده خواهم کرد. بنان آغاز کردم تا چیز اندکی تهیه کنم و گاهی هم به سوی پسر بچه نظر میکردم و هم گاهی به سوی دیگ. ببینید دلت به این میکنه که امت رحما بینهم. یک کسی میگه که من دیگه میپزم شما نپزین. باز وقتی که به خواب میره کسی میاد را بیدار نمیکنه، خودم میپزم. یعنی این چیزا انسان معانی را اکثر در جهاد در کردن میتونه، معانی محبت، ایثار، فداکاری. من در یک زمان به سوی او میدیدم، او را به حالتی دیدم که تبسم بر لبانش نقش بسته بود. خواب است. دیدم که تبسم کرد در خواب خود. تا آنکه تبسم زیاد شد در حالی که او خفته بود، سپس به خنده شروع کرد. و خنده شدت یافت و او از خوابش بیدار شد. وقتی که من را دید بترسید و گفت ای کاکایم بر شما تأخیر کردم. گفتم نه تأخیر ننموده ای. گفت این کار تیار کردن طعام را به من بگذار، من برای شما آماده میکنم. من در جهاد خادم شما هستم. گفتم نه سوگند به خدا والله هرگز تو طعام افطاری تیار کردن نمیتوان که به من بگویی چه چیز تو را با تبسم و خنده آورد، زیرا این حالت عجیبی بود که من دیدم. گفت ای کاکایم یک خوابی بود که دیدم. گفتم تو را به الله سوگند میدهم که آن خواب را برایم بازگو کن. گفت ای کاکایم بگذار که آن میان من و میان ربم باشه. گفتم تو را سوگند دادم که آن خواب را بگوی. گفت ای کاکایم رویا این بود که من در جنت داخل شدم. علی خواب خودم میگه نمی وقت و آن را درست به همان اوصاف دیدم که الله در کتاب خود به ما خبر داده است. میبینم که در آن بگشت و سیر مشغولم و دیدن حسن و جمال و زیبایی آن در شگفت و حیرتم. چشمم به قصدی میافتد که انوار آن پیوسته میدرخشد، خشتی از طلا و خشتی از نقره و دریچه‌های کلکینایش از یاقوت و دور و مروارید و دروازه‌های از طلا است.
اقسام مختلف طلا و نقره و پرده ها بر دریچه های ناویزان است و در عقب این پرده ها دوشیزدگان نشستند که چهرهایشان مانند ماهتاب است. حسن جمال آنها مرا در شگفت انداخت و پیوسته به سوی آنها می‌دیدم. ناگاه زیباترین دوشیزده که به چشم من خورد با امنشین خود که در جانب راست و قرار داشت به سوی من اشاره کرد و میگفت این شوهر مرضیه است. این شوهر مرضیه است. و من نمیدانستم که مرضیه کیست. از او پرسیدم مرضیه تو هستی؟ گفت من خادمه از خدمتگزاران مرضیه هستم. میخوای مرضیه را ببینی؟ در این قصر داخل شد. وقتی که به قصر نزدیک شدم در قسمت بلندی قصر اتاقی وجود داشت که از طلای سرخ بنا شده بود و در آن تختی بود از زبرجد سبز که پایه‌های آن از نقره سفید و بر بالای آن دوشیزه قرار گرفته بود که چهره شماند آفتاب است. و اگر حفاظت الله نمی بود سوگند به الله عقل و چشم از حسن زیبایی او زائل میشد. وقتی به سوی من دید با من شروع به سخن گفتن نمود و گفت ولی و محبوب الله خوش آمدی. من برای تو آفریده شدم و تو از آن منی. وقتی این سخن را از او شنیدم به او نزدیک شدم و خواستم به سوی دست دراز کنم. گفت ای دوست و محبوب من، الله تو را از زنا و بی‌حیایی دور بدارد. چیز از زندگی تو باقی است ولی وقت ملاقات من با تو فردا بعد از نماز ظهر است. اینجا بود که از این سخن تبسم کردم و خوشحال شدم. صبح گفت باز ما شما بعد از نماز پیشین که دیگر می‌بینیم. ابو قدامه میگه هنگامی که این خواب از وی شنیدم گفتم ان شاء الله خواب خوب دیدید و خیر را مشاهده نموده. این بگفتم و افطاری خوردیم و بر اسای خویش سوار شدیم و به نزد برادران ما که در مرزها بودن رفتیم. شب را آنجا سپری نمودیم و بعد از ادای نماز فجر دشمن در نزدیکی ما سنگر گرفت. امیر ما لشکر را پیش روی خود صفبندی کرد و آغاز اوایل سوره انفال را به حضور ما تلاوت کرد و زجر بزرگ جهاد فی سبیل الله و ثواب شهادت در رای و دهانی نمود و ما را به جهاد فی سبیل الله تشویق و ترغیب نمود. در این حال به اطراف خود نظر افکندیدم که هر یک از مجاهدان نزدیکان مخشان خود را به دار خود جمع کردند. طبیعت ببین جهاد بود، هر کس در خویش قوم با خود می‌برد. از این منطقه مردم که جهاد می‌کردند خویش قوم نزدیکا دوستان شامش مثلا در منطقه بودند. مثلا بگونیم مثلا کسی از این منطقه یک منطقه دیگه جهاد کنه. ما از این منطقه مردم در اون منطقه اون مردمی که اونجا می‌جنگن خویش قوم خدارن با اون هر کس خداحافظی می‌کنه. ببین حالت امت اسلامی شک دیگه به خود داشت. حال مجاهد وقتی که سفر میکنه به جهاد والدین جزو خبر نیست. چی بذاره که مردم رو استقبال کنه، چی بذاره که نزدیکایش بیاره برو. حال نزدیکان به این شکل است. حالا ببینید که از یک جای فساد آمده باشه مردم رو خوب استقبال میکنه. مجاهد که استقبال فلان نمیکنه. دو حالت داره. یا کرده نمیشه به این خاطر که شرایط متقن فرق کرده، اوضاع حساس شده، جواسیس در آنجا منتشر هستند و این نظام مورد و نفاق و کفر است که اینا در حقیقت خادم چی هستند؟ خادم همون اشغالگرا هستند. اما شرایط سابق ببین فرق میکرد. با اینکه امت در یک منجلاب بود، کشورها اشغال شده بود، مقدسات گرفته شده بود، اما با آن هم امت تسلیم نشده بود کلا. همین نظامای هم بودن، نظاما بعض اماراتایی که در مناطق گرفته بود هم اماراتای اسلامی بودن و از مصالح اولیای اسلام دفاع میکردن. خب اما دیدم که خیش قامش رو به بغل گرفتن اما پسر بچه به تنهایی نشسته بود. و هنگامی که لشکر آماده شد پسر بچه را دیدم در پیشاپیش لشکر قرار دارد. از میان صفهای لشکر پیاده خود را به وی رسیدم و برایش گفتم پسرم آیا در فن جنگ مهارت داری؟ هنر جنگ میفهمی جنگ چیست؟ گفت نه، این اولین جنگ است در آن اشتراک میکنه و این اولین صحنه است کفار را میبینم. اولین صحنه است کفار را میبینم و با آنان میجنگ. گفتم پسرم قضیه عکس آن چی است که در ذهن تو میباشد. قضیه جنگ و خونریزی و تبادله تیرها و جولان قهرمانان است. پس باید در عقب لشکر باشیم. اگر پیروزی بر ما مقدر بود تو با ما پیروز خواهی شد و اگر شکست مقدر بود پس تو آخرین کشته شدگان جنگ خواهی بود. در آخر است و در آخر کشته میشه. پسر بچه با تعجب باشه. ببینین یک چیز مفهوم میشه داشته باشین مفهوم که فازی مفهوم پسان باز میگم. پسر بچه با تعجب باشه دید و گفت تو این سخن را میگویی ای کاکایم میخوای من از اهل جهنم باشم؟ گفتم پناه به الله هرگز اینا نمیخواهم. سوگند بالله که به خاطر فرار داداش جهنم به اینجا آمده ایم. گفت بشک الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقتی که شما با دشمنا یک جا میشین سفارایی میشین پشت به دشمن ندهید. آیا میخوای از کفار پشت بدهم و فرار کنم و جای آتش دوزخ باشید؟ فرار از جهاد از میدان جنگ در صورتی که فرار تکتیکی نمی باشه کسی که از جنگ فرار کنه این از موجبات عذاب الله عز و جل متوجه باشین. یک نفر در جهاد اشتراک کرده
پس جهاد فرار میکنه در میدان جنگ. از موجبات عذاب الله عزوجل فرار. چی برسه کسی که هیچ در جهاد اشتراک نمیکنه، فرار کرده که بیخود خانه خود نشسته، در خانه خود پشت دور میته که مبادا از ظلمند زابر کدام راکت سرش نبره. ابو قدامه میگه سوگند به الله از ارث و تمسک این جوان با آیت کریمه تعجب کردن. گفتم پسرم مورد این آیت برخلاف سخن توست. جوان از برگشت با آخر لشکر امتناع آورد. خلاص دو پای دیگه مذاکره امکان نداره. گفتیم این آیت سر تو تطبیق نمیشه که با آخر صف میباشی. این سر کسای دیگه تطبیق میشه. آخر صف اول صف یکی گفت نه امکان نداره. ولی دست او را گرفتم آخر میگه مجبور شدم. دستش گرفتم او را مجبور کردم که با آخر صف برگردانم. و او دست خود را کش میکرد. و در این وقت جنگ آغاز یافت. این را کش میکرد بیاد آخر صف. ببینید مسلمان چقدر حریص است بر برادران مسلمان. جنگ یاد میگیره و آخر باش. جنگ میگه شروع شد. میان من و این جوان اصفا حائل واقع شد و قهرمانان جنگ با جوان پیکار سرگرم شدند. تیرها در حالت پرتاب شدن و شمشیرها از نیامهایشان کشیده شدند. جمجمه ها شکستند. دستها و پاها به فضا پراکنده گردیدند. جنگ بر ما حالت شدت اختیار کرد تا آنجا که هر یکی به خشتن مشغول شد. و سوگند به الله که شمشیرها از شدت گرمی بر فراد سرهای ما مانند تنوری بود که بر بالای ما افروخته شده بود و نمیتوانستیم شمشیر در دست خود نگه داریم. آنقدر شمشیرها میگه داخته به درست ما نگاه نمیشد با شمشیر من داخت. بدین ترتیب به شدت جنگ افزوده میشد تا آنکه وقت زوال فرا رسید یعنی ظهر و هنگام ظهر الله تعالی صلیبی ها را شکست داد. برای شکست کفار نماز ظهر را ادا نمودیم. بعد از آن هر یک از ما دوستان و خویشاوندان خود جستجو میکرد، اما درباره جوان کسی نبود که از وی بپرسد و احوال رو دریابد. من با خود گفتم سوگند به الله که احوال جوان رو بگیرم، شاید در جمله شهدای و زخمی ها باشد و شاید هم حسیر باشد. او را جستجو میکردم که ناگهان از عقب خود آواز شنیدم که میگفت ای مردم ابو قدامه را به نزد من بفرستید. پس به محل صدا رفتم، آنجا جسد جوان به زمین افتاده در حالی که نیزه ها او را زخمی نموده و اصحاب با سمهای خود او را لگدمال کرده و گوشت‌ها را پاره کرده و زبان را خلانو ساخته بودند، استخوان‌ها را شکستانده بودند. حالت بسیار بد داشت. او یتیم افگنده شد در بیابان. سوگند به الله به سوی آن رسد رفتم و خود را پیش روی افگندم. با آواز رسا و بلند صدا کردم و گفتم بله من ابو قدامه هستم. پس گفت همه شکر به الله که مرا اینقدر زنده نگه داشت تا آنکه وصیت خود را به تو بگویم. پس وصیت مرا بشنو. ابو قدامه میگه سوگند به الله که به نیکی ها و حسن و جمال وی گریستم. از وی شفقت و مهربانی بر مادر وی که در دقیقه قبل از گریه کردند. مادری که 1 سال قبل پدر و برادرانش را از دست داده بود و در این سال پسر خود را از دست میداد. پس شروع کردم با گوشه از لباس خود خون را از روی زیبای و پاک میکردم. هنگامی که دانست من ابو قدامه هستم و خون از رویش پاک میکنم با سند و گفت ای کاکایم خون را با لباس خود پاک میکنی، با لباس خودم پاک کن. با لباس خود پاک نه، با لباس ما پاک کن. ابو قدامه میگه این سخن مرا سخت متاثر نبود و بسیار گریستم و جواب نداشتم. بعد از آن با صدای گرفته گفت ای کاکایم تو را سوگند میدم ارگا بمیرم بر قبر گردیم و شر قبرم و شهادت مادرم را مژده بدهید و برایش بگویی که الله هدیه تو را با حضور خود پذیرفته است و پسرت در راه الله رو به رو و غیر پشت گردانده کشته شده است و اگر الله مرا در جمله شهدا نوشته باشد سلام او را پدر و برادران در جنت خواهم رساند. صفت به سخنان خود ادامه داد و گفت ای عمویم من از این خوف دارم که مادرم سخن تو را باور نکنه. شاید بچی مسیر شده باشه، شاید زخمی شده باشه. کوچیکو پس چیز از لباس خونالودم را با خود ببر تا با دیدن سخنت را تصدیق کند که من کشته شدم و برایش بگوی که جای ملاقات من با شما انشاءالله جنت است. ای کاکای وقتی به خانه ما برگشتین در آنجا خواهر کوچک مرا خواهید که عمرش بیش از 9 سال نیست. هرگاهی که به خانه وارد می شدم از دیدن من خوشحال و شادمان می شد و هرگاه از آن بیرون می شدم گریه می کرد و اندوهگین می شد. سال اول شهادت پدرم دردمند شد و امسال به مرگ من متاثر خواهد شد. و هنگامی که لباسهای سفر را در تن من میدید و این را بدید که مادرم لباسهای سفر را به تن من میپیچاند گفت برادرم تأخیر مکن و به زودی به سوی ما برگرد. ای کاکای وقتی که او را بدیدی قلب او را به سخن خوب خوش کن و برایش بگو برادرت میگوید خداوند بهترین جانشین من برای تو است، یعنی تو را حفظ میکنه. ابو قدامه میگوید بعد از آن حالت جوان وخیم شد و حرفای داشت که با صدای گرفته زیر لب زمزمه میکرد ولی من نمیدانستم که چی میخواد بگوید. بعد از آن با بسیار فشار بر خود توانست اینقدر بگوید سوگند به الله به رب کعبه که خوابم راست شد
سوگند به الله این حالا مرضیه را بالای سرم نشسته است و بوی او را احساس میکنم. بعد از آن سینه‌اش بالا و پایین شد و عرق از زمینش فرو ریخت و ناله‌های زار از او شونده شد و شهید شد. و بعد از آن گوشه لباسایی را که با خونش آلوده شده بود با خود گرفتم. بعد از آن یگانه کاری که تصور میکردم قابل اهمیت سین بود که به شهر برگردم و نامه را به مادرش برسانم. امان بود که بر قبل رفتم ولی نام مادر این شهید را نمی‌دانستم و این را نمی‌فهمیدم که در کجای شهر سکونت دارد. من بدین تفکر در کوچه‌های شهر میرفتم. ناگهان نظرم دختر کوچکی با خود جلب کرد. طبیعت مجاهدین حال از میدان رفتن به شهر و هر کسی در منتظر است که ببینه که کسی شهید شد، کسی زخمی شد، که تاثیر شد، احوال جنگ چی است. در نزد دروازه استاده و با آمد رفت مردم می‌بیند و هر کسی از نزد عبور میکند در او علائم سفر را مشاهده میکند. از او میپرسد ای کاکایم از کجا آمدی؟ میگوید از جهاد. دختر برایش میگوید برادر من با شماست؟ میگوید من برادرت را نمیشناسم. شخص دیگری از نزد وی عبور میکند. همین شکل ادامه داره شخص سومی و چهارمی تا که مایوس میشود و میگوید چی شده که مردم از جهاد به خانه خود میایند ولی برادر من نمیاد؟ ابو قدامه میگوید وقتی دختر کوچک را بدین وضع دیدم به سویش متوجه شدم. او نیست هنگامی که آثار سفر را بر چهره من مشاهده نمود و بوجی را که لباس خونالود شهید در داخلم بود در دستم دید. گفت ای کاکا از کجا تشریف آوردی؟ گفتم از جهاد. گفت برادر من با شماست؟ گفتم مادرت کجاست؟ گفت مادرم در داخل خانه است. گفتم برایش بگو تا نزد من بیاید. وقتی مادر در حالی که در چادر خود را پیچانیده بود بیرون شد آواز مرا شنید. گفت ای ابو قدامه برای تعزیه آمدی یا برای مژده؟ حال سوال بود تعزیه آمدی یا مژده برام میگی؟ گفتم الله بر تو رحم کند. عزا و مژده چی معنا دارد؟ الله تعریف دیر بر من کده. نه چی معنا دارد؟ من چی رو برات بیارم؟ گفت اگر بر من خبر را بگویی که پسرم در راه الله به مقابله کفار روبرو غیر پشتینده کشته شده است پس تو بشارت دهنده است، زیرا الله تعالی توفه مرا به درگاه خود قبول نموده است. ببینید امت به این حالت که برسه باز شکست نمیخوره. رای تا حالت که انسان برسه امت به این حالت یک بار که رسید باز شکست کسی نمیخوره. امت باز کسی کسوده نمیتونه که کسی خود فرزند خود تقدیم کنه برو بجن. توفه‌ای که از 17 سال بعد این سو آمادهش کرده بودم و اگر این خبر را آورده باشه که پسرم صحت و سلامت و با غنیمت از جهاد برگشته است و سوگند به الله تو تعزیه دهنده هستی زیرا الله هدیه مرا قبول نکرده است. گفتم سوگند به الله تو را مژده میدهم بیشک فرزندی تو در راه الله روبرو غیر پشتنده کشته شده است و از پا را لگدمال کرده و الله تعالی از وی راضی شده است ان شاء الله. گفت گمان نمیبرم در این خبر راستگویی باشی. این میگفت و گاهی به سوی من و گاهی به سوی بوجی میدید. دهن بوجی را گشودم و لباس خونالود پسرش را در آن خون و گوشت روی موهایش بود برایش پیش کردم و گفتم ما این لباسهای او نیست؟ آینمان پیرهان نیست که دست خود را پوشانده بودی؟ ابو قدامه میگه وقتی این پیرزن لباسهای خونالود پسرش را دید گفت الله اکبر و خوشحال گردید. اما دختر کوچک صدای پردت دونالای از او شنیده شد و به زمین افتاد و پیوسته ناله و زاری میکرد تا آنکه مادرش آب آورد و آب را به چهره او میپاشیدیم و قرآن را سر نزد او میخواندیم ولی پیوسته ناله و زاری میکرد و نام پدر و مادر شهید اسلامی تا آنکه جان را تسلیم کرد خواهرش وفات میکرد. بعد از آن مادرش دست گرفت و به داخل خانه کشان برد. دروازه را بر روی من ببست و میگفت بار الهه شوهر و برادران و پسرم را در راه تو از دست دادم تا شاید از من راضی شوی. هنوزا هم به شک که از من راضی میشن. ما که هیچ کار نکردیم ما بیستیم که و مرا به ایشان یک جا نماید الهی از من راضی شو. ابو قدامه میگوید دروازه را کوبیدم تا شاید آن را باز کند و چیزی پول برایش بدهم و یا مردم را از واقعه خبر نمایم تا قدر و منزلت او در میان مردم بلند شود. اما سوگند به الله دروازه را برایم نگشود و نه جواب برایم داد. سوگند به الله که عجیبتر از این واقعه هرگز ندیدم. دیگه نمیخوای قال نامش به اخبارا بیه بس به کافی است که پسرم به شهادت رسید شوهرم خب آری بین یک شمی از قربانیای یک فرد از امت اسلامی است از امت رسول صلی الله علیه و سلم. از این خاطر این امت علما میگن این امت ولود است یعنی به این امت ولود به این معنی امتش که همیشه ازش از بطنش از داخلش قهرمانا بیرون میشه.
و این بشه متوجه باشین نی ما امروز عمیق قصه را به کسی ما خواندم، یعنی 7 صفحه 8 صفحه کس به کس دیگه میخوانم، یک نفر دیگه بر ما گفتم که گفت حالت فرق میکنه، یعنی و متاثر شدن این قصه. گفت شاید مردم فایده نشه. گفتم نه، خیلی مردم ها هستن. گفتم به خاطر امت نمیمیره، امت زنده است، این امت زنده است. در امی جهاد افغانستان، در امی جهاد که 5 سال میده، در این واقعاتی است که مادر آمده فرزند خود مجاهدین داده که به استشهادی ببر، در دیگه جای نگیریش. در عراق یکی از برادرها کامل استشهادی میکرد، برای کامل استشهادی وقتی که تیار شد آماده شد کامل استشهادی کنه، نشد، مشکل برش پیدا شد. در عملیات دوم میگه مادر خود تلفن کرده که مادر سلام علیکم. گفت حاجی تو دوباره زنده هستی؟ گفت قسم به الله که شیر خود ورد نمیبخشم. گفت تو چی میکنی؟ مختبه ایرایی کردم تو کامل استشهادی کو. گفت مادر خود توفیق الله عزوجل نیست، رفتم نشد. گفت بار دومی کارو میکنم. برادرها قسم میکنن وقتی باردم در فیلمش هم از وقتی برادرها وقتی که رفت دیدن که موتور امریکایی است، موتور صلیبی. خب 4 دور پیشش مردم است، 4 دور پیشش مردم. از دور صدا کرد مردم. گفت ای مردم، به زبان عربی خو آمریکا نمیفهمن. گفت عملی استشهادی میکنم. گفت دور شون از پیش چی؟ از پیش موتور. کل مردم که از پیش موتور دور شد، رفت عملی استشهادی کرد.